ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон умед дорад ки барои муборизаи муваффақона ҷиҳати озод кардани кишварашон аз Толибон қабл аз ҳама шикофҳои эҷодшуда дар ҷомеаро дарбеҳ кард. ин нуктаро Али Майсам Назарӣ, раиси бахши равобити хориҷии ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон дар ҳошияи нишасти гуфтугӯҳои амнияти Ҳирот дар шаҳри Душанбе таъкид кард. шумо медонед ҷомеаи Афғонистон ҷомеаи хеле қутбӣ шуда имрӯз. шикофҳои қавмӣ, забонӣ, مذهبی و غیره فکری و باید یک اعتمادسازی بین خود مردم افغانستان ایجاد شود. این نشست و دیگر نشست، حالا ما هفته آینده یک نشست دیگر داریم که کاملا سیاسی است. این که اکادمیک است بیشتر تخصصی است. هفته آینده ما در شهر ویانا در وین در کشور اتریش یک روند داریم که دور سومش آغاز میشه به نام روند ویانا که برای متحد ساختن اپوزیسیون است، متحد ساختن نیروهای ضد طالبانی است، متحد ساختن آزادیخواهان و عدالتخواهان افغانستان است. مسئول بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان فعلا تغییرات در افغانستان را بدون همکاری با کشورهای منطقه و جهان غیر ممکن می‌داند. به قول او در این کشور بجز طالبان 21 گروه و سازمان‌های تروریستی حضور دارد که خطر جدی به منطقه و جهان است. فعلا به قول اعضای جبهه مقاومت ملی در مسئله افغانستان جامعه جهانی و اسلامی از استانداردهای واحد کار نمی‌گیرند. غرب و منطقه جهان اسلام از سیاست دوگانه، از استاندارد دوگانه دوری کنند. واقعیت را که ما بارها گفتیم در ویانا عرض کردم که تروریسم یک آفت، یعنی یک پاندمی، یک اپیدمی تبدیل پاندمی شده. یعنی اگر در کابل تروریست‌ها حاکم باشند قطعا تهران آسیب می‌بیند، قطعا واشنگتن هم آسیب می‌بیند. یعنی اگر ما استاندارد دوگانه را پس کنیم و بفهمیم که امنیت کابل، امنیت هرات، امنیت تهران و دوشنبه و خوجند و مسکو هم هست، امنیت فرانکفورت و منشن هم هست، از این استاندارد دوگانه دست بکشیم ولذا صدای نخبگان جامعه افغانستان در این زیر سقف جمع شدن، این صدا را بشنویم. یک علت پراکندگی در میان نیروهای مخالفین طالبان را برخی از شرکت‌داران همایش گفتگوهای امنیتی هرات در جاه طلبی بعضی افراد تاثیرگذار افغانستان می‌دانند. من فکر میکنم شاید در این بین بعضی گروه‌های باشند که اونا دوست دارن در قدرت سیاسی با طالبان شریک باشه. به مو دلیل هم هست که شما از اونا دیدگاه سیاسی تا اکنون نشنیدین، اونا نظر خود بیان نکردن، اما هر اجتماعی سیاسی فکری، چی از جامعه مدنی، چی از بخش اکادمیه، چی هم از سیاسی، وقتی که آمدن نظر خود بیان کردن گفتن که ما افغانستان متعلق به مردمش میخوایم و نظام مشروعی که از مردم افغانستان نمایندگی کنه. کارشناسان تاجیک بر اینند که همایش گفتگوهای امنیتی هرات یک میدان تبادل نظر و فضاسازی است که نظر شرکت‌داران را به مخاطبانشان میرسانند، از جمله در مسئله قضیه افغانستان و طالبان. اما چنین انتظار که این کنفرانس میتواند قضیه افغانستان را حل کند این بسیار خوشبینانه میشد، زیرا قضیه افغانستان، وضعیتی که امروز در افغانستان هست، این نتیجه یک تعامل بزرگی گئوپلیتیکی جهانی است. برای همین حل این قضیه به نظر من در حال امکان پذیر میشد که در کنار این خیل کنفرانس ها با کنفرانس های سیاسی دولت های با نفوذ با شرکت رهبرای دولت ها شود و در مورد افغانستان مثل کنفرانس بان یا کنفرانس های دیگر تصمیم قدرتی سیاسی اگر قبول شود بعدی حل میشد. اما برخی دیگر از سیاستمداران تاجیک محتوای سخنرانی‌ها و اظهار نظر شرکت کنندگان نشست 11 گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه را تکراری و نامؤثر می‌دانند. این کنفرانس مکانیزم تطبیق مقصد کنفرانس رو هیچ معین نکرد. مکانیزم تطبیق مقصدش چی است؟ چون که اگر مقصد حکایت نقل چک باشد خوبی دیگر است. خوب، لیکن اگر چون موضوع افغانستان نامش که هرات است، لیکن در موضوع مشکلات افغانستان، در موضوع بررسی کردن، حل کردن، کسی نمیخواهد چیزی که بگوید، حتی میترسد نام طالبان بگیرند. در نشست گفتگوهای امنیتی هرات که 2 روز ادامه یافت، حدود 150 کارشناس داخلی و خارجی شرکت داشتند. طالبان که بیش از 2 سال باز جلوی حکومت را در افغانستان به دست دارند و تشکیل حکومت عبارت از نمایندگان یک قوم و گروه نقض حقوق مردم از جمله زنان و دختران متهمند. طالبان این اتهامات را قبول ندارند.